سپورش استاد جمهوری و سپورش استاد ولایتی است که اگر کی توصیه های وزارت تندرستی و رعایت نکنه حالت گردان نماند. طبق قرار ستاد شهری اوید به پیشگیری از پنجشنبه بیماری سرایتی کرونا کووید 19 با مقصد جلوگیری از موج دوم این وبای عصر از جانب مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند با تأسیس 3 عدد گروه‌های کاری در مرکزهای بزرگ سودای شهر که اساساً به فروش محصولات عضوقواری مشغولند ریدها گذرانده شدند. معلوم گردید که تا صاحبان مغازه‌های عضوقواری نسبت پیشگیری بیماری کرونا بی‌مسئولیتی ظاهر نموده با سلامتی شهروندان خطر ایجاد نموده ایستادند. بیکار شدن کرانتین ملایم آنها را وادار ساخته است که نسبت پیشگیری بیماری کرونا یگان تدبیر نااندیشند و به اهمیتی را پیشه نمودند که عاقبت آن جبران ناپذیر است. نباید فراموش کرد که برای دولت و حکومت سلامتی ارزش عالی دارد. حالت سرایت‌یابی به اعتدال آمده باشد هم هر لحظه احتمال خروج دیگرباره آن وجود دارد. مشاهده‌ها ثابت نمودند که در مغازه‌های بزرگ عضوقواری تا حال رعایت نشدن عادی‌ترین طلبات بهداشتی مزاجان از جمله نبودن مانع دزینفکسیونی، نسنجیدن تصویر بدن، بی‌ضررگردانی دستان و ارابچه‌ها، سبدهای خرید و غیرها به چشم می‌رسند. در نقطه‌های فروش محصولات گوشتی این مغازه‌ها استفاده شدن یک کارت در دو نوع محصولات خام و پخته شده و مشاهده می‌رسد. فروشندگان عاقبت این عملشان را درست درک نمی‌کنند. نمی‌دانند که در چنین حالت به سلامتی شهروندان خطرهای جدی ایجاد نمودنشان ممکن است. بدون دستپوشک فعالیت نمودن فروشنده‌ها، به نقاب وارد شدن میزاجان، طبق طلبات جایگیر نکردن محصولات در رف‌های مغازه از کمبودی‌های دیگر جدی این مغازه‌ها بودند. معلوم گردید که اکثر فروشندگان مغازه‌ها دفترچه‌های طبی ندارند و یا دفترچه‌های مذکور ناقصی‌های زیاد دارد. یک فروشنده بدون قاعده‌های سانیتری و گیگینی در یک چند بخش‌های عضوقواری خدمت رسانی می‌کند که طبق طلبات وضعیت امروزه آن قطعاً منع شده است. برخی محصولات تیزتیار و زود ویران شونده نشانی انیق استحصال کننده ندارد و معلوم نیست که در کدام حالت و وضعیت تیار شده است. گروه‌های کاری ضمن این ریدها فعالیت 3 عدد مغازه‌ها را موقتاً تا برطرف نمودن کمبودی‌هایشان قطع نمودند. نسبت 15 نفر کارمندان مرکزهای سودا پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. در برخی مغازه‌ها با اعلان ساعت گیگینی در حضور کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر خوجند کارهای بی‌ضررگردانی گذرانده شد. برگزار نمودن چنین تدبیرها امکان می‌دهد که صاحبکاران مسئولیت جدی پیشه نمایند. جایز به ذکر است که اپیدمی کووید 19 در بسیار کشورها حالا در مرحله فعال قرار دارد. مهم است که ما پس از کرانتین سرتاسری فعالیت خود را جهت برقرارسازی حیات مقرری ادامه داده ایستادیم، ولی این معنای آن را ندارد که ما قاعده‌های بهداشتی را فراموش و توصیه‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان را اجرا نکنیم. برعکس صاحبکاران با مسئولیت جدی عمل نموده بهر سلامتی خود و کارمندانشان و میزاجانشان تدبیرهای بهداشتی همه‌روزه اندیشند. ایشان باید هوشیار و احتیاطکار باشند، زیرا یک عامل سرایت‌یابی به صدها نفر میزاجان و خود کارمندان این مغازه‌ها تهدید می‌نماید. فراموش نسازیم که سطح خطر هنوز هم بلند است و خروج موج دوم بیماری بنابر رعایت نشدن طلبات پیش بینی شده شرایط امروزی مردم را متشنج می‌نماید.